بازی اول گروه دی میانی دسته های منتخب ارجنتینا و ایسلندیا با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. لیونل مسی و همدستگانش نتوانستند که خط دفاع ویکینگان ایسلندیا را رخنه نمایند و در نخستین بازی گروه موفق بشوند. این توجیه برای دسته منتخب ارجنتینا جهتی برآمدن با گروه مانع خواهد شد و باید بگویم که این حال مخلصان تیم منتخب ارجنتینا را میبینیم که بسیار با غمگینی خیلی هم زیاد از ورزشگاه بیرون میآیند و خاطررسان میکنیم که در این بازی البته حمله‌ور و کاپیتان دسته منتخب ارجنتینا لیونل مسی امکان داشت که غلبه تیم منتخب مذکور را در قسم دوم تامین بکند، اما ضربه زده او از پنالتی وارد توری دروازه نشد و حساب با همین مساوی 1-1 به انجام رسید. خاطررسان میکنیم که در نیمه اولی رقابت هنوز در دقیقه 19 دیدار سرخیو آگوئر را توانست حساب را باز نماید، ولی پس از چند لحظه گل جوابی را فوتبالبازان تیم منتخب ایسلندیا به ثمر رسانیدند و این اولین و آخرین گل در همین دیدار به حساب رفت.